اولی که قرآن کریم که در موبایل است و اول بخش دوم بر بکنیم. موبایل کوشش بکنید که همی ابتذال را، بی جای عکس‌ها را، این چیزا را در بینش نبینین. ذهنتان را مشوش میکند، قوت حافظتان را از بین میبرد، تشویش ذهنی برتان ایجاد میکند. بنان از این چیزا دوری بگیرین، این بهتر است. بسیار چیزای خوب است که ما میتونیم از موبایل از او استفاده بکنیم. ولی آمدیم در رابطه با اینکه در قرآن کریم که در موبایل است، شما میتونین تشناب برین، شما میتونین بگذارین سر زمین، جایی بروید، هیچ گناهی نیست. به خاطر که یک کسی همون سوال امرای ما کرد که ما گفتم برو، گپی نیست. گفت نه، دلیلش بگو که چرا میتونن که آرام برام هر جای بندازنش. بعد برش گفتم که خودت چقدر قرآن کریم حفظ داری؟ گفت یک 3 پاره حفظ دارم. گفتم تو حق نداری تشناب بری. صحیح شد نه؟ سر قرآن در سینه هست دیگه، چطور تشناب بری؟ دقیق شدن؟ بس این قضیه هم رقم است.